تلوح ومنهج يتألق درر هنا تبدو كشمس تشرق يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق قيم تلوح ومنهج يتألق درر بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. الله رو بی نهایت سپاس از اینکه یک بار دیگر این فرصت نصیب راه ما گشت تا در برنامه دیگر از برنامه‌های امامان وهابی شیعه در خدمت شما خوبان و سروران باشیم و در معیت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان در آغاز از طرف خودم و به نمایندگی شما خوبان و سروران عرض ادب دارم و خوش آمد میگم حضور حضرت مولانا رو در استودیوی برنامه امامان وهابی شیعه. سلام علیکم حضرت مولانا، خوش آمدید. من در خدمت جناب علی و تمامی بینندگان عزیز و عزیزان عرض ادب با سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب علی ان شاء الله خواهم بود. خدمت از مست حضرت مولانا ما همچنان در برنامه امامان وهابی شیعه باز هم تکرار میکنیم که منتظر پاسخ نامه خود هستیم از طرف مراجع مطرح معاصر شیعه در موضوع وهابیت، کسانی که قلم فرسایی کردند و کاغذ سیاه کردند و اموال بیت المال را در این باب و میدان هدر داده اند و به قول خودشان تحقیق علمی کرده اند. ما از این آیات عظام و مراجع مطرح معاصر 3 نفر نامه‌ای نوشتیم و 1 سال و 4 ماه و 20 روز پیش، حدود 500 روز پیش ما نامه‌ای نوشتیم و فرستادیم. گفتن آقا مکتوب بفرستید دم دفتر خانه ما و محل کار ما، به صورت مکتوب هم نامه کاغذی رو فرستادیم به دفاتر این مراجع معاصر و از اونها خواستیم تا به ما پاسخ دهند. یک پاسخ بسیار ساده و علمی. حضرات آیات عظام، آیت الله العظمی جعفر سبحانی و آیت الله العظمی مکارم شیرازی و همچنین جناب آیت الله نجم الدین طبسی 3 تن از شخصیت‌های معاصر و مطرح شیعه بودند که ما در نامه‌هایی که برای این افراد فرستادیم از اونها خواستیم تا در موضوعی که خود را متخصص آن موضوع می‌دانند، یعنی وهابیت، برای ما پاسخ بدهند که آیا شیخ محمد ابن عبدالوهاب در کتاب مهم خودش و مهمترین تعریف شیخ محمد ابن عبدالوهاب کتاب التوحید مطالبی بیان کرده است که مخالف با اعتقاد و باور امامان بزرگوار اهل بیت علیهم السلام باشد یا نه؟ اگر این گونه است، برای ما 3 عنوان باب از عناوین باب‌های کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رو بیان بدارید و مطرح بفرمایید و مخالف او رو، مخالف محتوای این ابواب رو از اقوال امامان بزرگوار اهل بیت علیهم السلام برای ما ثابت نمایید، به شرط صحت و صریح بودن و بی‌معارض بودن در کتاب‌های روایی شیعه. و 1 سال و 4 ماه و 20 روز گذشت، 500 روز گذشت و بلکه اگر 500 سال هم بگذرد پاسخی نخواهد بود، چون دروغ است و آنچه که مطرح شده و جز تدلیس و دروغ و تکذیب نبوده است. آنچه نسبت داده شده به شیخ محمد ابن عبدالوهاب و به قول خود آقایان عقیده وهابیت و در حقیقت آنچه امروزه به اسم وهابیت این آقایان مطرح میکنن همان اعتقاد اهل سنت و جماعت است و اعتقاد صحابه رسول صلی الله علیه و سلم و اهل بیت بزرگوار آن حضرت علیهم السلام و
و قبل از این بزرگواران اعتقادی که خود رسول صلی الله علیه و سلم به امتشان یاد دادن و این آقایان که خود را تافته جدا بافته میدانند باید برای ما مطرح بکنن که اعتقادی که امروز خود رو به اون نسبت میدن از که یاد گرفتن و از کدام دین و مذهب و فرقه به ارث بردن، که اعتقاد امامان بزرگوار اهل بیت علیهم السلام و رسول الله صلی الله علیه و سلم، آنچه که قرآن برای ما مطرح میکنه آن چیزی نیست که این آقایان ادعا میکنن. ما برای پوزش در برنامه امامان وهابی شیعه هم در استمرار مسیرمون به ادامه کتاب التوحید شیخ محمد بن عبدالوهاب خواهیم پرداخت و ابواب جدید رو بررسی خواهیم کرد کما فی السابق، و در برنامه امروز هم در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس طیقان خواهیم بود و باب جدیدی از کتاب التوحید شیخ محمد بن عبدالوهاب رو بررسی می‌کنیم، ببینیم آیا این باب هم تفاوتی داره با اعتقاد امامان بزرگوار اهل بیت علیهم السلام و یا نه. حضرت مولانا در خدمت شما هست. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. همان گونه که بینندگان عزیز و ارجمند مستحضر هستند در ابواب گذشته گناهایی از عبادت را یا گناهایی از خوف و بیم شرک را که متناقض و متضاد با اصل توحید هستند شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه در کتاب خودشون بیان فرمودند. در جلسه گذشته در مورد ستاره شناسی و فال بد گرفتن و بدشگونی از ستارگان مطالبی رو خدمت بینندگان عزیز در قالب دو باب از ابواب کتاب التوحید مطرح کردیم. در باب امروز شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه گناه‌های دیگر از عبادت را که باید خالصانه برای الله متعال باشد و ظرافت و دقت و ریزکاری رو که در این گونه موارد وجود دارد اینها رو مطرح کرده و قطعا اینها تأثیر بسیار زیادی رو دارند در این که انسان توحیدش یک توحید خالص و بی‌شایبه‌ای باشد، پیراسته از هر گونه پیرایه و از هر گونه حدس و گمانه‌های نادرست که منافات با اصل توحید دارند. باید ایمان انسان و توحید باید از تمامی این شایبه‌ها پاک و آراسته باشد. در باب سیوم شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه به جای این که یک عنوانی رو بگذارند یک آیه رو عنوان باب قرار دادند که در قالب کلی ما میتونیم بگیم که این باب در مورد محبت الله متعال هست و محبت در واقع رأس تمام عبادت ها هست. انگیزه اصلی و حقیقی هر انسان از عبادت در واقع همان محبت الله متعال هست و این محبت و دوستی هست که انسان وقتی که با الله متعال دارد این محبت و دوستی انسان را وادار می کند به انجام اوامر و امتثال اوامر الهی و ترک منهیات و محرماتی که الله متعال اینها رو به عنوان محرمات برای ما معرفی فرموده. یعنی یک قوه محرکه است. یک قوت محرکه هست و اصل تمام عبادات در واقع و اصل دین شمرده می شود. شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه عنوان باب را این قرار دادند که باب قول الله تعالی و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم كحب الله، که برخی از انسان ها هستند، برخی از کافران هستند که در کنار الله متعال ند و شریکی رو میگیرند، یعنی شرکایی رو با الله متعال در واقع قرار میدهند که اینها رو در حد الله متعال و در سطح الله متعال دوست میدارند. از این آیه فهمیده می شود که محبتی که ما با الله متعال داریم و هر انسان مسلمان باید داشته باشد، حتما باید این محبت و این دوستی متفاوت با محبت‌های دیگری باشد. تمامی چیزهایی که نزد ما محبوب هستند، تمام مواردی که ما اونها رو دوست می‌داریم، محبتی رو که با الله متعال ما داریم و باید داشته باشیم باید متفاوت از تمامی انواع دیگر محبت باشه. یک محبت صادقانه‌ای باشه، یک محبت خالصانه‌ای باشه که هیچ گونه شایبه شراکتی در آن برای غیر الله متعال وجود نداشته باشه.
عرض کردم که این محبت که انگیزه اصلی انجام عبادات و ترک انجام اوامر الهی و ترک نواهی و محرمات الهی هست، این محبت در واقع اصل تمامی عبادات هست. این محبت هست که انسان رو وادار می کند به اطاعت از یک شخصی یا پرهیز از مواردی که آن شخص دوست ندارد. در مورد الله متعال این محبت و این دوستی باید در بالاترین درجاتش باشد، یعنی محبتی که همراه با فروتنی هست، در کمال فروتنی باشد، در کمال تعظیم باشد، در کمال حرف شنوی باشد. این مخصوص الله متعال هست. و محبت هایی که دیگری هستند در درجات بعدی محبت هستند که یک سری محبت های در واقع می شود گفت که طبیعی هستند. برای اینکه اصل موضوع مشخص بشود، یعنی تفکیک بشود محبتی که عبادت هست از محبتی که غیر عبادت هست، لازمش این است که ما انواع محبت رو خدمت بینندگان عزیز معرفی بکنیم. از این گفتار بنده کاملا دوستان متوجه شدند که ما یک نوع محبت داریم که عبادت هست و اون محبتی هست که ما با الله متعال داریم و لازمش این است که یک محبت دیگری وجود داشته باشد که عبادت نیست، یک محبت طبیعی هست، نه عبادت هست و نه به قصد عبادت هست. محبتی که عبادت هست همان محبتی هست که همراه با فروتنی باشد در مقابل الله متعال، در اوج عظمت و تعظیم الله متعال باشد که منجر به اتباع و انجام بدون و چرای اوامر الهی و ترک منهیات الهی باشد. یعنی فقط مجرد محبت خالی نیست. بله. که فقط یک احساس دوست داشتن باشه. نه، محبتی است که همراه با تذلل باشد، احساس فروتنی باشد، احساس فضل باشد از جانب الله متعال و احساس تعظیم و بزرگداشت الله متعال در بالاترین درجاتی که برای یک انسان میسر و مقدور هست. اما محبتی که عبادت شمرده نمی شود، در واقع انواع دیگر محبت هستند که یک سری انواعی از محبت هستند که طبیعی هستند برای انسان و خود این محبت هم محبت های دیگر، محبت هایی که غیر عبادی هستند، آنها هم در واقع مراحل و درجاتی رو دارند که با توجه به نیت می شود که اینها رو جزو عبادات شمرد، جزو اعمال صالحه و نیکوکاری در واقع شمرد. به طور مثال یک محبتی که خاص برای الله متعال باشد، دوست داشتن به خاطر الله متعال، صرفاً به خاطر این که طرف چون که مانند انبیاء الهی هستند، اولیاء الهی و شهدا هستند، صالحان و نیکوکاران هستند و طرف چون که پایبند دستورات الله متعال هست، چون که انسان مطیع هست، انسان پرهیزگاری هست، ما او را دوست داریم. صرفاً نه به خاطر این که یک طمع مادی داشته باشیم، یک مصلحت و منفعه مادی در وسط باشد، نه، صرفاً به خاطر این که چون که فلان شخص یک از اولیاء الله هست، چون که مطیع پروردگار و پرهیزگار هست، چون که پیامبر هست، چون که ولی هست، چون که نیکوکار و صالح یا شهید هست، صرفاً به این خاطر ما او را دوست می‌داریم و دوست داشتنش به خاطر محبت این هست که الله متعال او را دوست دارد. زیرا که این انسان با محبت الله متعال و با انجام اوامر الهی، ترک نواهی الهی یا زحمت‌هایی که برای دین الله متعال کشیده، در مقامی هست که الله متعال او را دوست دارد و الله متعال از دوست داشتن چنین انسانی شادمان می‌شود. ما هم فلانی را به خاطر این که الله دوستش دارد یا به خاطر این که فلانی الله را دوست دارد، ما این شخص را در واقع دوست داریم. و در روایت هست وقت زمانی که الله متعال یک انسانی را دوست داشته باشد و ملاک دوست داشتن که الله متعال که دوست داشته باشد نوافل الهی هستند. در روایتی هست رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت حدیث قدسی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه. بنده من چنان با انجام عبادت‌های نفلی، یعنی عبادت‌هایی که غیر از فرض هستند، یعنی مثلا 5 وقت نماز رو ما به عنوان فرض‌های پنجگانه داریم، نمازهای دیگری که غیر از نمازهای 5 وقت هستند، مانند نماز فرض نیست، مانند نماز شب هست یا نمازهای وتر هست، نمازهای سنت هستند، اینها تمام جزء نوافل هستند که اینها سبب تقرب به الله متعال می‌شوند و سبب این که الله متعال این بنده‌اش را دوست بدارد. و زمانی
زمانی که الله متعال یک بنده رو دوست می‌دارد به جبرئیل میگوید، اعلام میکند که من فلانی رو دوست دارم و در آسمان جبرئیل هم اعلام میکند که الله متعال فلانی رو دوست دارد، شما هم دوستش داشته باشید. ثم یوضع له القبول فی الارض، در درجه بعدی در میان مردم محبوب میشود، خود به خود بدون اینکه کسی با اون مراوده‌ای داشته باشد، رفت و آمدی داشته باشد یا آشنایی شخصی داشته باشد. میبینیم که محبت بسیاری از انسانها در قلب دیگران در قلب ما وجود دارند. علتش این است که فلان انسان نزد الله متعال محبوب هست و این آثار محبت الله متعال است که ما او رو در واقع دوست داریم. در قرآن کریم ما می‌بینیم که آیات‌ها می‌فرمایند ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کسانی که ایمان و عمل کسانی که ایمان و عمل صالح انجام میدن الله متعال اونها رو محبوب میکنه، محبوب قرار میدهد. پس بنابراین این محبت که به خاطر الله متعال هست و چون که این محبت یک عمل قلبی هست، یک فعل و انفعال قلبی هست، جز عبادت‌های قلبی شمرده می شود. ما عبادت‌هایی داریم که صرفاً عملی هست، یعنی با اعمال ظاهری باید اونها رو انجام بدهیم، و عبادت‌هایی داریم که زبانی هست مانند تلاوت قرآن یا اذکار و اورادی که ما می‌خونیم، و عبادت‌هایی هست که قلبی هست، یعنی منبع و اساس و محلش قلب هست، مانند خود نیت در واقع که تعیین کننده نوع عبادت هست و ملاک اصلی در واقع اعمال هست. انما الاعمال بالنیات که معیار ارزش و پذیرش اعمال انسان‌ها در واقع بر اساس همان نیت هست. مانند محبت که یک عمل قلبی هست، مانند خوف و ترس داشتن از الله متعال عمل قلبی هست، مانند توکل داشتن بر الله متعال، اینا تمام جزء عبادت‌های در واقع قلبی شمرده می‌شوند. این محبتی که به خاطر الله متعال هست، این در واقع به خاطر این که الله متعال به این راضی هست و الله متعال دستور داده، این می شود جزء یکی از عبادت ها. یعنی ما یک فردی رو دوست داریم به خاطر الله متعال و به خاطر رضایت الله متعال، چون که فلان شخص مقرب درگاه الله متعال است، محبوب الله متعال است، چون که ما این عمل قلبی را ما دوست داشتن به خاطر الله متعال هست، در واقع ما یک نوع عبادتی رو انجام دادیم. وگرنه خود این دوست داشتن یک عملی هست که به اصطلاح عمل غیر عبادی، در واقع جزء گونه دوم اقسام عبادت هست که عبادتی در واقع شمرده نمی‌شوند مگر در صورتی که همراه با نیت عبادت باشد، با نیت به تقرب الله متعال باشد که خودش در واقع نیت این عمل عادی را و این محبت طبیعی را تبدیل به یک عبادت میکنه. گونه دیگر از محبت بر اساس شفقت هست، بر اساس رحمت هست، بر اساس دلسوزی در واقع هست. مانند این که هر انسانی به فرزندان خودش محبت داره. یک فرد بیماری رو می‌بیند، محبت یعنی دلسوزی دارد، نسبت به اون محبتی رو دارد. بچه‌های کوچک معمولاً برای همه دوست داشتنی هستند و محبوب هستند. این بر اساس شفقت و رحمتی است که الله متعال اینو در قلب بندگانش در واقع قرار داده. این هم یکی از انواع عبادت هست که یک عبادت در واقع که یک محبت عبادت نیست، بلکه یک محبت طبیعی هست که الله متعال محبت این افراد را طبعا در سرشت انسانها قرار داده. محبت دیگر که می شود تقسیم بکنیم به این گونه محبتی که برگرفته از احترام هست، برگرفته از اجلال و بزرگداشت هست، مانند محبتی که هر انسانی نسبت به پدر و مادرش دارد، یا یک انسانی مثلا نسبت به استاد و معلمش یک محبتی رو دارد. این به خاطر دلسوزی نیست، بلکه به خاطر به اصطلاح قدردانی هست و به خاطر احترام هست. یک نوع محبت دیگر داریم که صرفاً یک در واقع محبت طبیعی هست، یعنی وابسته به طبع بشر هست، مانند محبتی که هر انسانی به غذا داره، به آب و غذا محبت داره، به پوشاک و مسکن و ملبس خودش در واقع محبت داره، با سواری خودش محبت داره. اینا محبت هایی هستند که تمام اینها محبت های طبیعی هستند که الله متعال در نهاد هر انسانی اینها را قرار داده.
داده. بحثی که ما در اینجا داریم این گونه موارد نیستند، یعنی محبت با انسانها در اینجا یعنی مراد ما نیست، ولی اینکه جز انبیا باشند، اولیا باشند، هر کسی دیگر باشند، محبت با پدر و مادر، محبت با فرزندان، محبت با استاد، محبت با اشیایی که ما داریم، اموالی که ما داریم، اینها در اینجا مراد نیستند، بلکه در اینجا با منظور از محبت الله متعال هست، آن هم در بالاترین درجه، محبتی که در بالاترین درجه هست و بر اساس تذلل و فروتنی و تعظیم الله متعال هست که منجر به انجام عبادات و ترک منکرات و منهیات در واقع بشود. در این باب منظور ما از این باب و محبت فقط این گونه محبت و دوست داشتن الله متعال هست. ارتباط این موضوع حضرت مولانا با توحید، بحث محبت و توحید؟ خب توحید حق خالص الله متعال هست. توحید اساساً حق خالص و ویژه الله متعال هست و در تمامی مواردی که موارد عبادی شمرده می شوند یکی از گونه های توحید هستند، یعنی انجام عبادات فقط و فقط برای الله متعال معنی توحید هست. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اخلاص العبادت لله تعالی، که فقط الله متعال خالصانه عبادت بکنیم. محبتی که در بالاترین درجه محبت و دوستی باشد، همراه با تذلل، بالاترین درجه تذلل و تعظیم باشد، این در واقع یک نوع عبادت هست. در این عبادت ما نباید کسی رو با الله متعال شریک قرار بدهیم. اگر یک انسانی بیاید به موازات الله متعال غیر الله متعال را دوست داشته باشد، در همان سطح و در همان درجه که الله متعال را دوست دارد، یکی از بندگان را، یکی از به اصطلاح مال خودش را، جان خودش را یا بقیه موارد را در همان حد دوست داشته باشد، با همان صفاتی که عرض کردم، یعنی با کمال تذلل و کمال تعظیم، این در واقع شرک در محبت با الله متعال هست. همان گونه که عبادتی که ما برای الله متعال انجام میدیم، عبادات دیگری باید خالصانه برای الله متعال باشد، محبتی که ما برای الله متعال داریم باید خالصانه باشد و در بالاترین درجه و متفاوت با محبت‌های دیگر باشد. به این خاطر است که الله متعال در واقع در این آیه که عنوان باب هست، الله متعال می‌فرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا. برخی از مردم ند دارند، یعنی شرکایی را انتخاب کردند، مثل مانندی رو برای الله متعال قرار دادند که یحبونهم که حب الله، آنها را دوست دارند مانند محبتی که با الله متعال دارند. این رو الله متعال در اینجا نکوهش میکند، یعنی این که هیچ انسانی نباید غیر الله متعال را مانند الله متعال دوست داشته باشد. محبت الله در واقع یک محبت متفاوت است. الله متعال در ادامه این آیه میفرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم كحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. اما مؤمنان چگونه هستند؟ انسانهای منافق، انسانهای کافر شاید الله متعال را دوست داشته باشند، اما در کنار الله متعال بت‌هایی را دوست دارند در حد محبتی که با الله متعال دارند. والذین آمنوا اشد حبا لله، اما کسانی که ایمان آوردند محبتشون با الله متعال فراتر از تمامی انواع محبت یا فراتر از تمام محبتی است که با دیگران دارند. پس بنابراین محبتی که بالاترین درجه باشد، در سطح محبت الله متعال ما نباید کسی دیگر را دوست داشته باشیم. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم كحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله، تا ادامه آیه که در آخر به اصطلاح باب دوباره از قول ابن عباس رضی الله تعالی عنه در این زمینه مطالبی را نقل خواهد کرد. این آیه اول هست. پس بنابراین محبت الله متعال باید محبت منحصر به فردی باشد و هیچ محبتی نباید مانند حب الله باشد. هیچ محبوبی را ما نباید به اندازه الله متعال دوست داشته باشیم که به اصطلاح مطیع مطلقش باشیم و به خاطر تذلل یا به خاطر فروتنی، به خاطر تعظیم بسیار زیاد و بالاترین درجه نباید کسی رو در کنار الله متعال ما قرار بدیم. آیه دومی هست که در اینجا اشاره کرده
شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه آیه 24 سوره توبه هست که الله متعال میفرماید قل ان کان آباؤکم. در این آیه الله متعال مواردی رو که طبعا برای انسان محبوب هستند، الله متعال این موارد رو در این آیه ذکر میکند که 8 مورد هستند. قل ان کان آباؤکم، اگر پدران شما، که قبلا عرض کردم که یکی از انواع محبت هست که به خاطر اجلال و احترام هست. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، فرزندانتون، هم از دختر یا پسر، و اخوانکم، برادران شما، و ازواجکم، و محبتی که با همسران خودتان دارید، و عشیرتکم، و کل قبیله و خاندان شما، و اموال اقترفتموها، و مال و تجارتی که شما دارید اونو کسبش کردید و در اختیار شما هست، و تجارتون تخشون کسادها، و بازاری که شما دارید و محل کسب و درآمدی که شما دارید، و مساکن ترضونها، و همچنین مسکنی که مورد پسند شما هست و با سلیقه خودتون اون مسکن رو شما در واقع بنا کردید، که مجموع اینا 8 مورد هستند. الله متعال میفرماد که احب الیکم من الله و رسوله، اگر اینها نزد شما از الله و رسول محبوب تر باشند. خود این سیاق این آیه که در اینجا الله متعال میفرماد قل ان کان آباؤکم و بقیه مواردی که در اینجا ذکر کرده، احب الیکم من الله و رسوله، اگر قرار باشد اینها نزد شما از الله و رسول محبوب تر باشند، اینها رو بیشتر دوست داشته باشید، این در واقع در سیاق نکوهش هست. الله متعال ما رو نکوهش میکند، انسان‌های مسلمان را، که به هیچ عنوان پدران شما، فرزندان شما، همسران شما، برادران شما و تمام قوم و قبیله و اموال و مسکنی که شما دارید به هیچ عنوان نباید اینها را در حد الله متعال در واقع شما دوست داشته باشید، که در ادامه الله متعال میفرماد که اگر واقعا اینا را شما از الله متعال و از جهاد در راه الله متعال بیشتر دوست داشته باشید، فتربصوا حتی یأتی الله بامره، منتظر باشید که عذاب الهی بر شما نازل بشود، الله متعال شما را هلاک بکند. پس بنابراین محبتی که همراه با تذلل هست، محبتی که همراه با فروتنی هست، محبتی که در بالاترین درجه تعظیم هست که منجر به حرف شنوی کامل و اطاعت کامل از الله می شود و لازمش ترک منهیات هست، ترک نواهی الله متعال هست، این محبت فقط محبتی هست که باید انسان مسلمان این را صرفاً با الله متعال داشته باشد و هیچ انسانی را یا غیر انسان و موجود دیگری را انسان نباید در این حد و در این سطح نباید دوست داشته باشد. حضرت مولانا شما اشاره فرمودید به آیه سوره مبارکه توبه که به حال شیخ محمد بن عبدالوهاب هم ذکر کرده که آیه بسیار کلیدی است در بحث محبت الله متعال. اگر الله تعالی فرمود اگر پدران شما، فرزندان شما و والدین شما و همچنین خواهر و برادر شما، همسر شما، اقوام شما، طایفه شما، مال شما، خانه شما، اینها برای شما تجارت شما عزیزتر باشه از الله و رسولش و جهاد، پس منتظر باشید که الله تعالی بر شما عذاب نازل بکنه. مصداق‌هایی اگر ذکر بفهمید برای ما، چون موضوع بسیار مهم است و آیه هم داره تهدید میکنه. غالبا اینه که ما نگاه میکنیم محبت نسبت به فرزند، نسبت به والدین، نسبت به همسر، نسبت به مال، تجارت، محبت پررنگی است خیلی جا، یعنی خیلی پررنگه. چطور میشه که این محبت، یعنی تا چه حدیش، شما خودتون اشاره فرمودید در انواع محبت که به هر حال یکی از انواع محبت به اینها است، یعنی ذاتاً طبع انسان این گونه بلکه شاید خلق شده، زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره. چطور میشه که محبت پدر و مادر یا فرزند یا همسر یا مال یا تجارت به حدی میرسه که برابری میکنه با محبت الله تعالی و مذموم میشه؟ یعنی چطور میشه انسان متصور بشه که انسان پدر و مادرش رو از الله بیشتر دوست داشته باشه یا فرزندانش یا ثروتش؟ در این است که یعنی تفاوتی نداره که محبت ذات باشه، یعنی این که انسان خودش رو دوست داره، فرزندانش رو دوست داره، اموالش رو دوست داره، تمام مواردی رو که در واقع دوست داشتنی هستند که رأس همه که طبعا انسان خودش رو، جان خودش رو از همه چیز در واقع بیشتر دوست داره. یک روزی سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفت که یا رسول الله لئنک احب الی من کل شیء الا نفسی، من تو رو از تمام چیزهای دنیا بیشتر دوست دارم جز از خودم، یعنی خودم رو بیشتر از تو دوست دارم.
در مرحله بله سوالی کرد که صادقانه میخواد بله صادقانه مطرح کرد که من یا شاید برای تعلیم دیگران باشه، به خاطر روشن شدن این قضیه باشه، خلاصه گفت که من تو را از تمام دنیا بیشتر دوست دارم جز خودم، که خب محبت به اصطلاح ذات، محبت نفس که انسان خودش رو دوست داشته باشه که یک چیز فطری هست، مگر این که یک محبت بالاتری باشه، یک عشق بسیار بالایی باشه که انسان جان خودش رو برای کسی دیگر در واقع فدا بکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن لا والذی نفسی بیده، نه سوگند به الله متعال، این نشانه ایمان نیست، نشانه ایمان کامل در واقع نیست. لا والذی نفسی بیده حتی اکون احب الیک من نفسک، تا زمانی که من نزد تو از خودت هم محبوب تر باشم، از خودت هم باید محبوب تر باشن. بعد از این سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه گفتن که الان تو از خود من هم نزد من در واقع محبوب تر هستی. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. و گفت که من از خودم هم تو رو بیشتر دوست دارم. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن الان یا عمر، الان دیگه درست شد. یعنی این که ایمانی که ما داریم باید بر اساس این باشد که محبت الله متعال را و محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم را ما از تمامی موارد و از تمام محبت ها این رو بیشتر داشته باشیم. خود نوع محبت باید محبت خالصانه تری باشه، صادقانه تری باشه، با توجه به این که الله متعال در واقع خالق و آفریدگار ما هست، منعم و محسن ما هست، هر چیزی رو ما داریم از جانب در واقع الله متعال هست. هم در نوع محبت و هم در کمیت محبت باید محبت ما با الله متعال در واقع بیشتر بشه. مواردی رو که بله عرض خواهم کرد، مواردی رو که الله متعال در واقع ذکر کرده در آیه 24 سوره توبه که قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و بخیر مواردی رو که الله متعال در واقع اینها رو ذکر کرده. ما بیایم خب طبعا اینها عرض کردم که از نظر فطری نزد انسان محبوب هستند. لازم محبت چی هست؟ لازم محبت اطاعت هست. لازم محبت از هر کسی در واقع این است که ما از اون اطاعت بکنیم. وقتی که یک فردی عاشق یک شخصی دیگر می شود، دوستش داره، هر چیزی که بگوید در واقع شاید بدون قید و شرط اون رو اجرا بکنه، قبول بکنه. و هر چند که انسان عزیزتر باشه، محبوبتر باشه، حرفش هم به همون اندازه ارزشش بیشتر هست، خریدارش در واقع بیشتر هست. ما بیایم در واقع در میان محبتی که با الله متعال داریم و محبتی که با غیر الله متعال داریم، از اهم از زن و فرزند و پدر و مادر و اموال و قوم و قبیله و تمام چیزهایی که نزد انسانها به صورت فطری در واقع به اصطلاح محبوب هستند. در وقتی که محبت الله متعال یا رضایت الله متعال، امر الله متعال با امر و خواسته یک از اینها متضاد باشه، ما کدوم یکی رو ترجیح میدیم؟ الان یک حکمی داریم از طرف الله تعالی، یک دستوری هست یا یک منعی هست، بالاخره یک امری هست یا نهی هست در یک موضوع خاص، و از طرف دیگری میبینیم که خواسته محبوب من شخص، من انسان که غیر الله تعالی از انسان‌ها و هر چیزی دیگری هست، اون مصلحتش چیز دیگری است، دستور الله تعالی چیز دیگری است. الان مصلحت نفس من یک چیز دیگر هست، مصلحت دین من یک چیز دیگر هست. دینم در واقع من دستور الله متعال. نفس من یک چیزی رو میخواد، اما الله از من یک چیز دیگری میخواد. الله متعال از من یک چیز دیگه میخواد، زن و فرزند من، پدر و مادر من، خویش و قوم من از من یک چیزی رو میخواد که مغایر با حکم الله متعال هست. در اینجا من کدام یکی رو ترجیح میدم؟ همه محبوب هستن، هم الله رو دوست داریم و هم غیر الله رو، فرزندان رو که عرض کردم که محبتشون محبت طبیعی هست. در این گونه، در این صورت ها آیا ما محبت الله متعال را بر محبت دیگران ترجیح میدهیم؟ آیا به خاطر زن و فرزند و بقیه اموال و بقیه محبوب هایی که ما داریم آیا ما حکم الله متعال را زیر پا میگذاریم یا اینکه زیر پا نمیگذاریم؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اطاعت از غیر الله متعال به هیچ عنوان نباید در حدی برسد که مساوی باشد با معصیت الله متعال.
در جایی که در میان اطاعت از الله متعال، اگر اطاعت از الله متعال را در مقابل قرار بدیم با اطاعت غیر الله متعال، در صورتی که انجام دادن خواسته غیر الله متعال یا اطاعت از غیر الله متعال مساوی باشد با در واقع مخالفت با الله متعال، در اینجا ما باید دستور الله متعال را مقدم بدانیم و بر آن در واقع عمل بکنیم. به تعبیر دیگر هیچ وقت به خاطر هیچ انسانی، اما از اونهایی که برای ما عزیز و محبوب هستند، در هر اندازه هم که محبوب تر باشه، ما به هیچ عنوان نباید که دستور الله متعال را زیر پا بگذاریم و هرگاه ما اومدیم و دستور غیر الله را یا مخالفت الله متعال را انجام دادیم به خاطر اینکه فرد دیگری را در واقع راضی بکنیم، این در واقع به این معنی هست که در این مورد خاص ما غیر الله متعال را از الله متعال بیشتر دوست داشتیم. ان شاء الله که این گونه نباشه و همه ما مصداق همون آیه شریفه باشین که والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنین همه الله رو بیشتر از هر چیز دیگری دوست دارن. اجازه بفرمایید میان برنامه میبینیم، به همراه شما بینندگان عزیز باز میگردیم، در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود بعد از میان برنامه و ادامه موضوع برنامه امروز ما که موضوع بسیار مهمی است، محبت الله متعال. همراه ما باشید.
قيم تلوح ومنهج يتألق، درر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا، من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا، إنا هنا نتألق، درر بدات بتوهج في لمعة، من حسنها كل الكلام سيبرق. قيم تلوح ومنهج يتألق. بعد سال مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران، همچنان با شما هستیم با ادامه موضوع برنامه این هفته، محبت الله متعال. قبل از میان برنامه حضرت مولانا اشاره فرمودن به دو آیه شریفه‌ای که در ابتدای باب جدید این کتاب، یعنی کتاب التوحید شیخ محمد بن عبدالوهاب مطرح شده بود. آیه 165 از سوره مبارکه بقره که الله متعال در اون آیه فرمود که برخی از انسان‌ها کسانی هستند که همتایانی برای الله متعال قرار دادن و اونها رو به مانند الله متعال دوست دارن، در حالی که مؤمنان حقیقی کسانی هستند که الله متعال رو از هر ذات دیگری بیشتر دوست دارن. همچنین اشاره فرمودن به آیه 24 از سوره مبارکه توبه که در اون الله متعال فرمود اگر پدران و مادران و اگر فرزندان و والدین و خواهران و برادران و همسران و اقوام و خویشاوندان و ثروت و مال و تجارت شما از شما نزد شما محبوب تر باشه از الله متعال و از پیامبرش و جهاد در راه الله متعال، پس منتظر باشید تا الله متعال عذابش رو بر شما نازل بکنه که الله متعال فاسقان را دوست ندارد. و ما در سوره مبارکه آل عمران هم الله متعال در آیه 31 می‌فرماید اگر ای پیامبر من بگو به کسانی که ادعای دوستی من رو دارن، قل ان کنتم تحبون الله، اگر واقعا دوستدار من الله با عظمت هستید، من یک شرط دارم، فاتبعونی یحببکم الله، ای پیامبر من به اونها بگو اگر دوستدار الله متعال هستید از من محمد علیه السلام پیروی کنید، آن لحظه الله متعال شما را دوست خواهد داشت و گناهان شما را خواهد بخشید و الله متعال بخشنده و مهربان است. کسانی که پیرو حقیقی رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند میتوانند خوشحال باشند که جزء محبوبان الله متعال قرار میگیرند و الله متعال نیز آنان را دوست دارد. حضرت مولانا در خدمت شما هستیم و ادامه موضوع. با توجه به آیاتی که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در واقع در ابتدای این باب آوردن، دو تا از آیاتی که خدمت بینندگان عزیز من مطرح کردم از سوره بقره و سوره توبه، در ادامه شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه روایاتی رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر کردن که در واقع تفسیری هستند برای آیاتی که الله متعال در قرآن کریم بیان فرمودند. در خصوصا در آیه 24 سوره توبه الله متعال می‌فرماید قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، فرمودند که ای محمد اعلام بکن به مسلمانان که اگر پدرانتان، فرزندانتان، برادرانتان، همسرانتان، خویشاوندانتان، مالهایی رو که در واقع شما دارید، تجارت و کسب و کاری رو که شما دارید و مسکن و محل زندگی که دارید، اگر اینها از الله و رسول و جهاد در راه الله نزد شما مهمتر باشد، فتربصوا حتی یأتی الله بامره، منتظر باشید که عقوبت و مجازات الهی شما را در بر بگیرد.
در معنی همین آیه رسول الله صلی الله علیه و سلم هم مطلبی رو به همین کیفیت بیان کردن که این روایت از حضرت انس رضی الله تعالی عنه نقل شده در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه. در آیه الله متعال فرمودند که اگر واقعا فرزندان شما و خویشاوندان شما و بقیه موارد نزد شما محبوب تر از الله و رسول باشند پس منتظر مجازات الهی باشید. احب الیکم من الله فتربصوا. در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند شما مؤمن نیستید اگر این کار رو بکنید. اگر غیر رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد شما محبوب تر از رسول الله صلی الله علیه و سلم باشن شما مسلمان واقعی نیستید. ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه. هیچ کدام از شما مؤمن واقعی یا مؤمن کامل نخواهد بود مگر آنکه من نزد او محبوب تر و دوست داشتنی تر باشم من ولده از فرزندش و والده و پدرش و ناس اجمعین و تمام مردم. یعنی تمام مواردی رو که الله متعال در آیه 24 سوره توبه ذکر کرده. تا زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند تا زمانی که من نزد شما از خودتون و از بنابر روایتی که از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نقل کردم و از فرزندتون و از پدر و مادرتون و از تمام مردم تا زمانی که من نزد شما محبوب تر نباشم شما در واقع مؤمن کامل نیستید. در اینجا مراد از نفی که در اینجا اومده یعنی این که ایمان شما ایمان کامل نیست. شما مؤمن کاملی نخواهید بود مگر این که رسول الله صلی الله علیه و سلم را در بالاترین درجه محبت قرار بدهید بعد از محبتی که با الله متعال در واقع دارید. ما رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست داریم زیرا که اساساً تمام مواردی که به اصطلاح انگیزه‌ای هستند برای دوست داشتن و سبب دوست داشتن میشوند تمام اونها در رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع هست. دوست داریم ایشان را به خاطر این که رسول الله متعال هستند، پیامبر الهی هستند، مبعوث و فرستاده شده از جانب الله متعال و نماینده الله متعال در میان قوم و قبیله و در میان انسان هستند، پیامبر الهی هستند و این بالاترین درجه محبتی هست که ما با رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست داریم زیرا که ایشون در واقع سختی های زیادی رو متحمل شدن برای تبلیغ دین، این دینی رو که از جانب الله متعال آوردند، رسالتی رو که از جانب الله متعال آوردند، برای این که این رو به ما برسانند در واقع بیشترین زحمت رو کشیدن و در کنار این که خودشون بزرگترین عامل بر این دین بودند، بزرگترین عبادت گزار بودند، در کنار این بزرگترین مبلغ این دین هم خود رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. اگر واقعا رسول الله صلی الله علیه و سلم و در کنار ایشون اصحاب بزرگوارشون صبر و استقامت نمی‌کردند در تبلیغ دین، سختی ها رو تحمل نمی‌کردند، امروزه این دین به دست من و شما نمی‌رسید. رسول الله صلی الله علیه و سلم رو دوست داریم به خاطر اینکه تمام مکارم و خوبی های اخلاقی رو که متصور هست و انسان را محبوب دیگران میکند در بالاترین درجه این مکارم را شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع داشتن. پس بنابراین باید ما بیشتر از دیگران رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست داشته باشیم و هم این که رسول الله صلی الله علیه و سلم سبب هدایت ما هستند. این که امروز ما خود را مسلمان میدونیم، به این همه فضل و نعمت الهی در واقع رسیدیم، ایمان نصیب ما شده، با تمام زیر مجموعه ایمان و تمام خوبی هایی که ایمان دارد، تمام فضایل اخلاقی که برای ما تعریف شده، تمام اینها سببش خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. پس باید رسول الله صلی الله علیه و سلم را در بالاترین درجات محبت ما باید دوست داشته باشیم. این خاطر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من ولده و والده و الناس اجمعین. و غیر از این همان گونه که هر یک از ما دوست دارد که کاش من رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میدیدم، کاش که من در رکاب ایشان بودم،
وقتی که ایشون رو در عالم حیات ندیدیم و در زندگی خودمون ندیدیم، در زمان ایشان نبودیم، هر مسلمانی آرزویش این است که من رسول الله صلی الله علیه وسلم رو حداقل در خواب ببینم. یا آرزو میکنیم که در روز قیامت همراه با رسول الله صلی الله علیه وسلم باشیم. همین اندازه ای که ما با رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت داریم و باید داشته باشیم، رسول الله صلی الله علیه وسلم هم در فکر ما بودند و دوست داشتند که ما رو ببینند. ما دوست داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم رو میدیدیم، یا در خواب ببینیم و یا در قیامت انشاءالله ببینیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دوست داشتند که ما رو هم ببینند. روایتی در این زمینه هست، در صحیح مسلم هست اگر اشتباه نکنم، که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که کاش من برادران خودم را میدیدم. کاش من برادران خودم را میدیدم. اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم عرض کردند یا رسول الله مگر ما برادران شما نیستیم؟ در کنار شما هستیم، در رکاب شما، در خدمت شما هستیم. گفت شما اصحاب من هستید، شما یاران من هستید. برادران من آن کسانی هستند که بعد از من می آیند و نادیده به من ایمان می آورند. بعد از من می آیند با وجود اینکه مرا ندیدند به من ایمان می آورند و هر کدام از آنها دوست دارند که خودش را، جانش را و فرزندانش را فدا بکند به خاطر دیدن من. میشه. و این فضیلت بسیار بزرگی هست برای مسلمانانی که مشتاق دیدار رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و این نشانه کامل بودن ایمان هست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من ولده و والده و الناس اجمعین. و این روایت رو سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه در روایتی که عرض کردن به صورت کامل برای ما واضح و آشکار کردن. نه تنها دوست داشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم باید بیشتر از فرزند باشه، محبت فرزند و محبت پدر و مادر و محبت همسر و بقیه موارد، حتی بیشتر از محبت شخصی باشه، بیشتر از این که خود را دوست داریم باید رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست داشته باشیم. و تبلورش و جولانگاه این محبت، جایی که این محبت در محک گذاشته می شود، امتحان می شود، آن اتباع از رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. همان گونه که شما هم اشاره فرمودید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر شما الله را دوست دارید اطاعت بکنید از رسول الله صلی الله علیه و سلم، که قطعا اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم منجر به محبت الله متعال در واقع خواهد شد. آیا امکان داره حضرت مولانا کسی ادعای دوستی بکنه با رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنین با الله متعال و اما در عمل راه رسول صلی الله علیه و سلم رو پیش نمیگیره؟ در عمل رفتارش و گفتارش و کردارش و پندارش کلا مغایر هست با آنچه که رسول صلی الله علیه و سلم میره. میگه من دوست دارم رسول الله رو و در ادعای خودش هم حالا شاید یعنی کاذب نباشه، یعنی واقعا حقیقتا در دل دوست داره رسول الله رو و اگر جای خدای نکره بی احترامی بی حرمتی به رسول الله بشه ناراحت میشه، عصبانی میشه، اما در عمل میبینیم که این کارو نمیکنه. اینو میشه که از طبع کودکانه جواب این سوال رو برداشت کرد. برای تمام کسانی که پدر هستند، یعنی خیلی پیش اومده قطعا این گونه که اگر فرزندی که به اصطلاح کودکی از پدر خودش خواسته باشه که برای من فلان اسباب بازی رو بگیر، یک مرتبه گفته فلان چیزو میخوام، پدر نخریده باشه، روز بعدش گفته باشه که فلان چیزو برای هر چیزی که باشه، خوردنی باشه، اسباب بازی باشه، لباسی باشه، فلان چیز رو برای من بگیر و پدر توجه نکنه، چی میگه؟ میره پیش مادر شکایت میکنه، میگه ماما بابا منو دوست نداره. این اصلا طبیعت انسانی هست. چرا؟ اگر دوست می‌داشت حرف منو قبول میکرد، از من اطاعت میکرد. وقتی که اطاعت نمیکنه، من میگم برام اسباب بازی بخر یا غذایی بخر، شکلاتی بخر، نمیخره، خود به خود این فرزند با اون طبع بشری خودش و طبع کودکانه خودش این استنباط رو میکنه که حتما پدر ما رو دوست نداره، پس بنابراین حرف ما رو در واقع گوش نمیکنه. و قطعا این گونه هست و در به اصطلاح زندگی هم این گونه هست. ما میبینیم کسی اگر واقعا یک شخص دیگری رو دوست داشته باشه، سعی میکند که در بالاترین درجات از اون اطاعت بکند. اطاعت الاله و انت تظهر حبه. آیا امکان دارد که شما در کنار این که ادعای محبت الله متعال رو میکنید، باز بیاید ادعا یعنی نافرمانی بکنید با الله متعال؟ امکان. فإن المحب لمن يحب مطیع. اون کسی که دوستدار هست
مطیع معشوق خودش هست. اون کسی را که دوستش داره حتما اطاعتش میکند. این که کسی بیاد ادعای محبت بکند که من محب رسول الله صلی الله علیه وسلم هستم، اما فرموده های رسول الله صلی الله علیه وسلم نزدش هیچ گونه ارزشی را نداشته باشه، محبت دیگران را ترجیح بده بر محبت رسول الله، دستورات الله را ترجیح بده بر دستورات رسول الله را به اصطلاح زیر پا بگذاره به خاطر دیگران و پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نباشه، شرم بکنه از این که خودش را مطابق با سنت و سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم در بیاره، شرم بکنه از این که عامل بر سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه، این چنین ادعای دروغینی هست. پس بنابراین ما میتونیم با این معیار کسانی را که واقعا محب الله و رسول هستند، ولی هستند، از جز اولیاء الله هستند، با این معیار ما میتونیم اونها رو بشناسیم. تمام کسانی که ادعای محبت میکنند که ما الله و رسول رو دوست داریم، باید عملشون رو نگاه بکنیم. اگر در عمل مطیع الله و رسول بودند، آنچه را که الله و رسول دستور داده که انجام بدهید انجام میدادند و آنچه را که الله و رسول فرموده که اینها را انجام ندهید انجام نمیدادند، پس این چنین کسی محبتش محبت صادقانه هست. و اگر نه، تمام این محبت های فقط صرف ادعا هست. در واقع لیلا مجنون خیلی زیاد هست و تنها اون مجنونی که مطیع باشه، قربانی بده، عامل باشه، اون یک نفر هست و اون کسی هست که واقعا مطیع دستورات الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه. و اگر کسی صرفا ادعا می کند اما در عمل هیچ بویی نبرده از محبت، چون این کسانی رو در واقع خود عملشون رسوا خواهد کرد. انشاءالله که ما شما همه امت اسلامی از این گروه نباشیم. روایت دیگری رو در اینجا بازم ذکر کرده از حضرت انس رضی الله تعالی عنه که بازم در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست که در این به اصطلاح روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم فراتر از اصل ایمان یک مورد دیگری رو برای ما مطرح می کند که یعنی احساس ایمان کردن، لذت بردن از ایمان، حلاوت ایمان، افتخار کردن به ایمان هست. این ثمره که درخت ایمان بارور میشه اینجا دیگه. بله، یعنی انسان حس می کند این ایمان رو، لذت می برد از این که در واقع مؤمن و مسلمان هست. ولهما عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ثلاث من کن فیه وجد حلاوة الایمان. 3 مورد هستند و 3 خصلت هستند. هر کسی که این 3 خصلت رو داشته باشد، حلاوت ایمان رو در واقع احساس می کند. لذت ایمان رو در قلب خودش احساس می کند. ایمان هم لذت داره، قطعا لذت داره. اما صرفا با نمازی که ما میخونیم، اونم نمازی که فقط مجبور هستیم که نمیدونیم در نماز چی میخونیم، سر وقت نمیخونیم، اعتدال ارکان نداریم، اقامه نماز در واقع نیست، فقط بنابر تعبیری که در روایت اومده مثل مرغ در واقع سر میزنیم. صرفا با این انجام عبادت ما اون حلاوت رو احساس نمی کنیم. احساس حلاوت و شیرینی ایمان یک چیزی فراتر از این میخواد، یک مرحله فراتر از انجام خود عبادات هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این روایت اینها را ذکر کرده. ثلاث من کن فیه وجد حلاوة الایمان. 3 خصلت هستند. هر کسی این 3 خصلت را داشته باشد، حلاوت و شیرینی ایمان را در وجود خودش احساس میکند. 1 ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. الله و رسول از هر چیز دیگر نزدشون محبوب تر باشد. با اون توصیفاتی که شما اشاره فرمودید، بله، همون شرط عمل. بله، شرط عمل و تمام مواردی رو که الله متعال در آیه 24 سوره توبه در واقع ذکر کرده. مما سواهما، غیر از الله و رسول، یعنی زن، فرزند، پدر، مادر، اموال، مسکن و تمام مواردی که در واقع نزد انسان محبوب هست. اولین درجه این ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. این واقعا احساس بکنه که من الله متعال را بیشتر از همه دوست دارم. اطاعت الله متعال برایش مهمتر از اطاعت هر کسی دیگری باشد. به خاطر این که فرد دیگری را راضی بکند، هیچگاه حاضر نیست که مخالفتی با دستور الله و رسول انجام بدهد. ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. این مورد اول. و ان یحب المرء لا یحبه الا لله. و این که یک فردی را دوست دارد صرفاً به خاطر الله متعال. انگیزه های محبت بسیار زیاد هستند. فردی میتونه که کسی رو دوست داشته باشه به خاطر مالش، به خاطر جمالش، به خاطر مقامش، به خاطر یک منفعت دنیویی که دارد
و چنین محبت ها خیلی زیاد هستن. اما این که یک فردی بیاد با یک فرد دیگر محبت داشته باشد که هیچ گونه منفعتی نداشته باشد به جز این که رضایت الله را کسب کند، یعنی نه تجارتی داره، نه عاشق چشم ابرو شده، نه نیازمند به پست و مقامش است، نه رابطه خویشاوندی داره خیلی وقتا. بله. یعنی اینجا فقط مراد این هست که ایشون با الله تعالی رابطش خوبه، مؤمنه، من این رو دوست دارم چون این الله رو دوست دارم. فقط همین. فقط همین. یعنی هیچ گونه انگیزه دیگری نداشته باشد. این مورد دوم هست. و ان یحب المرء، با یک انسانی دوستی داشته باشد که انگیزه دوستی هیچ چیزی دیگری نیست، لا یحبه الا لله، فقط و فقط به خاطر الله متعال. پس میشه اینجا برداشت که تا وقتی که این شخص این رابطه دوستی و رفاقت تا وقتی هم استمرار داره که اون طرف با الله متعال رابطش خوبه، و اگر خدای نکنه مثلا دید که رابطش کمرنگ شد و گناهی مرتکب شد، خود به خود این رابطه هم کمرنگ میشه. قطعا تا زمانی که اون فرد مورد نظر مطیع الله متعال هست اون رو دوست داشته باشه، و وقتی که عاصی شد از الله متعال دور شد، قطعا این محبت دیگه محبت الله متعال در واقع نخواهد بود که اینو در ادامه روایت هم توضیح خواهد داد. بله. و ان یکره ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذه الله، و این که بد بداند، ناپسند و ناگوار باشد برایش این مسئله که بر بگردد در کفر بعد از این که الله متعال انسان را از کفر نجات داده باشه. برای کسی که قبلا کافر بوده، تازه مسلمان شده، به همان اندازه‌ای در واقع یعنی به اصطلاح برگشتن به کفر که خلاف دستور الله و رسول است، به معنی مخالفت با الله و رسول است، آنقدر برایش ناگوار هست، آنقدر برایش بد هست و این رو نمیپسندد، همان گونه که به اصطلاح در آتش انداخته بشود. کما یکره ان یقذف بالنار، همان گونه که از افتادن در آتش واهمه دارد و ترس دارد، برایش ناگوار هست، به همان اندازه کافر شدن رو هم ناگوار میداند و نزد اون در واقع ناپسند هست. یک چیزی رو در اینجا اگر دقت کرده باشید که حلاوت ایمان فقط با عشق و محبت در واقع احساس می شود و بس. البته در مورد کلمه عشق من این توضیح رو بدم که خود این کلمه عشق یک اصطلاح بدنامی هست معمولا، یعنی بیشتر و اون گونه که استفاده میشه یعنی محبتی که انسان با جنس مخالف داشته باشه و بدنام شده و در زبان عربی بیشتر هم در این مورد استفاده میشه. و اون چیزی که در قرآن استفاده شده، بله، در محبتی که با وجود این که مثلا لفظ عشق در زبان عربی هم هست، یک کلمه عربی هست و یکی از درجات در واقع دوست داشتن است، اما در قرآن و حدیث و در روایت اسلامی از این کلمه استفاده نشده برای محبت الله متعال. یعنی محبت الله متعال یک محبت خالصانه هست و هیچ گونه به اصطلاح شایبه دیگر، رنگ و بوی دیگری رو نداره. و این کلمه ای که بدنام هست عشق، این رو ما باید سعی بکنیم که برای الله و رسول استفاده نکنیم. همان کلمه ای رو که خود الله و رسول استفاده کردن برای خودشون در آیات قرآن و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که همون محبت هست یا همان ود هست، اون رو ما استفاده بکنیم برای الله متعال. محبت الله متعال در واقع سبب یافتن و احساس کردن حلاوت ایمان هست. محبت سبب میشه لذت ببره، لذت ایمان. تمامی مواردی رو که در اینجا ذکر کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم که با اینها می شود که حلاوت ایمان رو ما درک بکنیم، شیرینی ایمان رو احساس بکنیم، تمام اینها برمیگردد به محبت. قبلا هم عرض کردم که اصل دین در واقع خلاصه میشه در همین محبت. اگر کسی یک کاری رو انجام میدهد یعنی امتثال اوامر میکند به خاطر محبت از الله متعال، اگر اجتناب میکند از نواهی بازم به خاطر محبت الله متعال، زیرا که الله متعال اینها رو دوست ندارد. اگر ما این کارها رو، نواهی رو، محرمات رو انجام بدهیم، محبوب ما از ما رنجیده خاطر میشود، پس بنابراین اونها رو هم ترک میکنیم. تمام دین یعنی انجام اوامر و ترک نواهی و انگیزه تمام اینها همان محبت الله متعال هست. و اگر کسی واقعا با الله متعال محبت داشته باشد، اون گونه که در این روایت اومده، از ایمان خودش لذت میبرد، شادابی رو و نشاطی رو احساس میکند که انسانها و افراد دیگر احساس نمیکنند. این مورد لذت چه صفاتی داره؟ من نوعی الان اگر بخوام ببینم که آیا به این رسیدم یا نه، من واقعا آیا از این ایمانم لذت میبرم یا نه. احیانا شاید این موارد رو هم من به خیال خودم دارم رعایت میکنم، یعنی دوست ندارم که کافر بشم هرگز و دوست ندارم که یعنی غیر از الله متعال رو بر الله متعال و رسول الله ترجیح نمیدم
و سعی میکنم با کسانی بگردم که آدمای خوبی هستن. من نوعی مثلا این چیزا رو رعایت میکنم، احساس میکنم در وجود خودم اون لذتی که صحبت از اون هست و الان شما صحبت میکنید و خیلی مسئله پررنگز، احساس میکنم اون لذت در وجود من نیست، من نشناختم لذت رو یا مشکل جای دیگه است. به هر اندازه‌ای که این گونه موارد در زندگی انسان پررنگتر باشه، این در این موارد واقعا صداقت بیشتری رو داشته باشه، حلاوت و شیرینی ایمان رو بیشتر احساس میکنه. به طور مثال در اینجا میگه که به اصطلاح ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما، الله و رسول از همه دیگران، از غیر الله و رسول باید محبوب تر باشند. ما باید نگاه بکنیم که ما عملا در زندگی خودمان تا چه اندازه محبت الله متعال را بر محبت غیر الله متعال ما ترجیح دادیم. مقایسه بکنیم در زندگی ما که یک عملی آمده باشه که یک طرفش نفس من هست، خواهشات و به اصطلاح املاهای شیطانی هست، وسوسه های شیطانی هست یا منافع دیگری هستند. یک طرف آن صرفاً اطاعت از الله متعال و محبت الله متعال هست. عملا در زندگی خودم من چند درصد محبت الله متعال را یا خواسته های الله متعال را بر خواسته های درونی خودم و خواسته های دیگران از من خواسته الله متعال را ترجیح میدم. به هر اندازه‌ای که در این زمینه در زندگی من پررنگ تر باشد، من محبت الله را بیشتر در واقع احساس میکنم. به هر اندازه‌ای که من در میان دوستان خودم من بررسی بکنم، من 10 نفر دوست دارم، 100 نفر دوست دارم، ببینم از این 100 نفر دوست من چند نفرشون رو خالصانه فقط و فقط برای الله متعال دوست دارم. اگر همهشون واقعا خالصانه برای الله متعال من دوست داشته باشم، قطعا این لذات رو در زندگی ما احساس میکنیم. اما وقتی که عملا من با اینکه در حرف همه اینو ادعا داریم که من با دوستان الله متعال دوست هستم، من هر کسی رو دوست دارم به خاطر الله متعال دوست دارم، اما شاید ته دلمان یک چیز دیگری باشد، در خلوت خودم در خلوت چیز دیگری باشد نکنم. پس این گونه موارد هستند که این لذت رو در واقع از بین میبرند. و وقتی که تمامی این موارد رو، این محبت رو من داشته باشم با الله متعال که الله و رسول برای من در واقع از تمام انسانها محبوب تر باشه، من در واقع هیچ وقت از تقدیر الله متعال ابراز ناراحتی نمی کنم. حتی تقدیری که برای من بد هست، ظاهرش برای من بد هست، درد آور هست برای من، مصیبتی بر من اومده، یک لحظه اگر انسان با خودش بنشیند و فکر بکند که این مصیبت اومده از کجا اومده؟ از طرف الله متعال هست. همش هر چیزی که هست اگر نعمتی رسیده به من از جانب الله متعال هست، پس باید سپاسگزار الله متعال باشم. و حتی اگر مصیبتی بر من آمده باشه، نعمت جای خودش، مصیبتی هم آمده باشه، من فکر بکنم که پروردگاری رو که من دارم رحمان هست، رحیم هست، رؤوف هست، ودود هست، صفاتی رو که الله متعال داره. پروردگار من حکیم هست، یعنی اینکه کاری رو بی حکمتی رو انجام نمیده. اگر این مصیبت بر من اومده بر اساس رحمت الله متعال هست، بر اساس شفقت الله متعال هست. نهایتش اگر بر اساس این هم نباشد، حتما بر اساس حکمت الله متعال هست. فحسن تکراشی و خیر لکم. زمانی که من به این نتیجه رسیدم، پس بنابراین این مصیبتی که بر من اومده حتما الله متعال یک خیری رو برای من در نظر گرفته بود. زمانی که انسان به این نقطه میرسد، 100% تمام زندگیش، از تمام زندگی خودش و از تمام تقدیر و سرنوشتی که الله متعال برایش رقم زده خوشحال و شادمان می شود. و این رضایتی رو که در این لحظه انسان احساس می کند، همان حلاوت ایمان در واقع هست. احساس درونی هست، احساس شادمانی هست، احساس این که من به الله متعال نزدیک هستم، الله متعال من را دوست دارد، من الله متعال را دوست دارم، از عبادت کردن خسته نمی شود، از ترک نواهی برایش بسیار ساده و آسان است و هر وقت لذت بخش هستند و هرچی که با الله متعال بیشتر مناجات می کند، بیشتر تقرب می جوید، بیشتر به اصطلاح تشنه‌تر می شود و محبت الله متعال در زندگیش بیشتر در واقع نمایان می شود. این روایت دوم هست. روایت دیگری که در همین معنی هست با تعبیر دیگری رو باز هم اشاره فرموده و فی روایت لا یجد احد حلاوت الایمان، هیچ کسی حلاوت ایمان رو احساس نمی کند مگر این که به خاطر الله و رسول از اون از ما سوا محبوب تر باشند، به خاطر الله دوست داشته باشد، به خاطر الله بغض و دشمنی داشته باشد و از بازگشتن به کفر در واقع گریزان باشد.
روایت دوم هست و روایت سومی که در اینجا در واقع یک مقوله هست و یک اثر هست از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما. این روایت به اصطلاح مرفوعی نیست، یعنی قول و فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. و عن ابن عباس قال، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمودند من احب فی الله، اگر کسی به خاطر الله متعال دوست داشته باشد، چهار مورد رو در اینجا ذکر میکنند. من احب فی الله، به خاطر الله متعال دوست داشته باشد، و ابغض فی الله، به خاطر الله متعال دوست باشد. اگر با کسی دوست هست به خاطر این که این مطیع پروردگار هست، اگر با کسی دشمنی میکنه زیرا که رابطش با الله خوب نیست. و والا فی الله و عادا فی الله، و موالاتش، دوستیش و دشمنیش به خاطر الله متعال باشد. فانما تنال ولایت الله بذلک، ولایت و دوستی الله متعال با این چیزها نصیب می شود. با خود نماز و روزه، جایگاه نماز و روزه مهم هست و جزء فرائض و ارکان اسلام هستند. اما این که انسان محبوب الله متعال باشد، ولی الله متعال باشد، این یک درجه بالاتر از این هست که تمام جزء خواص است که محبتش، حب و بغضش فقط به خاطر الله متعال باشد. ولن یجد عبد طعم الایمان و ان کثرت صلاته و صومه، انسان طعم و حلاوت ایمان رو احساس نمی کند ولو این که نماز و روزش زیاد باشد. حتی یکون کذالک، مگر در صورتی که این گونه باشد، یعنی محبت بکند به خاطر الله متعال، دشمنی بکند به خاطر الله متعال. یه موردی قبلا اومده که الله و رسول رو از همه بیشتر دوست داشته باشد و به خاطر الله متعال هم که کسی دیگر رو اگر دوست می‌دارد دوست داشته باشد و اگر دشمنی می‌کند هم به خاطر الله متعال باشد. وقد صارت عامة مواخات الناس على امر الدنیا، اما متاسفانه امروزه بیشترین دوستی هایی که مردم با یکدیگر دارند به خاطر مصالح دنیوی هست. این در زمان تابعین هست. حضرت عبدالله ابن عباس اینو میگه. اگر ایشون در زمان ما می بودند نمیدونم چی میگفتند. 1400 سال پیش، 1300 سال پیش نه. و ذلك لا یجدی، این محبت هیچ فایده رو نداره، یعنی تأثیری رو نداره. اگر من با یک کسی دوستی داشته باشم به خاطر منفعت مادی خودم، به هر لحظه‌ای که این منفعت مادی قطع بشه دیگه تبدیل به دشمن میشه. انتظار داشتم، انتظارم برآورده نکرده، الان شدم دشمنش. اینو میفرماید که و ذلك لا یجدی علی اهله شیئا، و این گونه محبت هیچ گونه ارزشی رو نداره، هیچ گونه فایده رو برای انسان نداره. رواه ابن جریر که این رو امام ابن جریر رحمت الله علیه در تفسیر خودش اینو ذکر کرده. و قول دیگری رو نقل کرده از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فی قول الله تعالی و تقطعت بهم الاسباب، سوره بقره آیه 166، که این دنباله همون آیه هست که در ابتدای باب در واقع ذکر کرده. ولا یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شدید العذاب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله آیاتهم حسرات علیهم. جای دیگر قبل از این و تقطعت بهم الاسباب در پایان آیه است. بله. و تقطعت بهم الاسباب، یعنی در اینجا اینو توصیف کرده به مودت، یعنی اون دوستی هایی که در واقع بودن در دنیا، یعنی دوستی که به خاطر الله متعال نبود. در ابتدای آیه الله متعال میفرماید که و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله، مردمانی هستند که به اصطلاح محبوبانی رو دارند، اندادی رو انتخاب کردند و شریکانی رو برای الله متعال قرار دادند که اینها رو در حد الله متعال دوست دارند. اما در روز قیامت که در واقع میبینند که این دوستی هیچ نفعی به حال اونها در واقع نداشته و سرازیر جهنم میشوند، این محبت از اونجا در واقع قطع خواهد شد. تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. این اسباب یعنی محبتی رو که در دنیا ادعاش میکردند و این محبتی که در حد الله غیر الله متعال دوست می‌داشتند، در اون زمان در واقع این چیکار میشوند؟ از بین خواهد رفت. اینها مطالبی هست، آیات و روایاتی هستند که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه برای این که محبت را خالصانه بگرداند برای الله متعال. توحید خالص اون کسی هست که اون توحیدی هست که بالاترین درجات عبادت را خالصانه برای الله متعال ما انجام بدیم. من جمله عبادت های قلبی محبت الله متعال هست. هرچند که محبت ما با الله و رسول خالصانه تر باشد، توحید ما کامل تر هست و از شرک در واقع ما دورتر هستیم.
شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه دعوتشون بر این اساس بوده که این گونه مواردی را که منافات دارد با توحید خالص، اینها را در کتاب خودش به عنوان کتاب التوحید در واقع جمع‌آوری کرده تا اینکه مسلمانان را، پیروان خودش را، دوستان خودش را به این سمت و سو در واقع سوق بدهد که تو ایمانشان و توحیدشان یک توحید کاملی باشد. آنچه را که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در این باب آوردن و استدلال‌هایی را که در این زمینه کردند و این که محبت خالص باید مخصوص الله متعال باشد، تمام این کلام الله و کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و اقوال اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم دقیقاً همین مواردی هست که بنده عرض کردم. و در کتاب‌های شیعه می‌بینیم که از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم این همین روایات و این همین تعبیرات در واقع نقل شده. به طور مثال در کتاب اصول کافی هست که بارها دوستان این کتاب رو دیدن، در جلد دوم این کتاب اصول کافی در این چاپی که بنده دارم در صفحه 408 هست، اصول کافی جلد دوم و باب 248 روایت بابی رو در اینجا داره، باب الحب فی الله و البغض فی الله، دوستی به خاطر الله و دشمنی به خاطر الله. در اینجا با سندی که عدت من اصحابنا سند شیعی هست این روایتی رو داره از ابی عبدالله علیه السلام قال من احب لله و ابغض لله و اعطى لله فهو ممن کمل ایمانه. کسی که محبت داشته باشه به خاطر الله متعال و بغض و دشمنیش هم به خاطر الله متعال باشد، اگر به کسی چیزی رو میدهد به خاطر الله متعال باشد، این از جمله کسانی هست که ایمانشون ایمان در واقع کاملی هست. روایت بعدی باز هم از حضرت ابو عبدالله امام جعفر صادق هست قال من اوثق عور الایمان، از محکمترین در واقع تنابه های ایمان و اصول ایمان این هست که ان تحب فی الله، به خاطر الله دوست داشته باشی، و تبغض فی الله، به خاطر الله متعال دشمن بشوی، و تعطی فی الله، به خاطر الله متعال اگر چیزی رو میدهی به خاطر الله متعال باشد و اگر هم نمیدهی صرفا به خاطر الله متعال باشد. روایت بعدی از ابو جعفر هست قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ود المؤمن للمؤمن فی الله من اعظم شعب الایمان، دوستی مؤمن با مؤمن دیگر به خاطر الله متعال فی الله من اعظم شعب الایمان، از بالاترین درجات ایمان هست، از بالاترین و بزرگترین شعبه ها و بخش های ایمان دوستی مؤمن با مؤمن به خاطر الله متعال هست. الا و من احب فی الله، آگاه باشید هر کسی که به خاطر الله دوست داشته باشد و ابغض فی الله، به خاطر الله متعال دشمنی داشته باشد و اعطا فی الله، به خاطر الله متعال چیزی رو بدهد و منع فی الله، به خاطر الله متعال یک چیزی رو ندهد نگه دارد، فهو من اصفیاء الله، چنین کسی از اولیاء الله متعال. دقیقاً همون موردی که از زبان حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ذکر شده بود. غیر از این روایت دیگری هم وجود داره که دقیق‌تر شاید باشه. روایتی هست در کتاب طبرسی مشکات الانوار فی غرر اخبار که در اینجا این مطلب ذکر کرده در صفحه 220 هست و روایت 17 قال الصادق من اوثق عور الایمان ان يحب فی الله و یبغض فی الله و یعطی فی الله و یمنع فی الله عز وجل. و روایت بعدی ثلاث من کن فیه وجد طعم الایمان، همین روایتی که از حضرت انس رضی الله تعالی عنه در اینجا من ذکر کردم که ولهما ان ثلاث من کن فیه وجد حلاوه الایمان. دقیقاً همین روایت هست از روایات شیعه، ثلاث من کن فیه وجد طعم الایمان من کان الله و رسوله احب الیه مما سواهما، الله و رسول از دیگران محبوب تر باشند، و من کان یحب المرء لا یحبه الا لله و من کان یلقى فی النار احب الیه من ان یرجع الی الکفر بعد ان انقذه الله منه. بعد اینکه الله متعال اون از کفر نجات داده در واقع برایش بسیار بد باشه که و دوست نداشته باشه که دوباره به کفر برگرده. و غیر از این روایت دیگری که در اینجا قال صلی الله علیه و سلم، روایتی رو که از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه من ذکر کرده بودم و در کتاب‌های اهل سنت و الجماعت گفتم که این روایت موقوف است. این قول حضرت عبدالله ابن عباس است، در اینجا مرفوعاً اومده، این از قول رسول الله صلی الله علیه و سلم. و قال صلی الله علیه و سلم ایضا لبعض اصحابه ذات یوم، رسول الله صلی الله علیه و سلم به یکی از اصحابشون یک روز این فرموده یا عبدالله احبب فی الله و ابغض فی الله، به خاطر الله دوست داشته باش و به خاطر الله با کسی اگر دشمنی میکنی به خاطر الله باشه. و وال فی الله و عاد فی الله، دقیقاً همون تعبیری هست که در روایت حضرت عبدالله ابن مسعود هست که و عاد فی الله و وال فی الله و عاد فی الله.
فإنه لا تنال ولایت الله الا بذلك. ولایت الله و دوستی الله متعال که انسان جز اولیاء الله باشه حاصل نمی شود مگر با همین چیز، محبت به خاطر الله و بغض به خاطر الله. ولا یجد الرجل طعم الایمان و ان کثر صلاته و صومه. دقیقاً همین حرف است که هیچ انسانی طعم ایمان را حاصل نمی کند گرچه نماز و روزش زیاد باشه. دقیقاً همین تعبیر رو در اینجا داره، و ان کثرت صلاته و صومه حتی یکون كذلك، تا زمانی که این گونه باشد، یعنی محبت به خاطر الله متعال. وقد صارت معاقات الناس یومکم هذا اکثرها فی الدنیا. همون ادامه مطلب حضرت عبدالله بن عباس هست که وقد صارت عامة مواقات الناس على امر الدنیا و ذلك لا یجدی على اهله شیئا. و محبت هایی که امروزه متاسفانه وجود داره بیشترشون به خاطر منافع زودگذر دنیوی هست، نه به خاطر منافع اخروی و در واقع به خاطر الله متعال نیست، و این موردی هست که هیچ گونه نفعی رو برای انسان ها در واقع در بر نخواهد داشت. پس بنابراین آنچه را که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه به عنوان یکی از گونه های توحید یا یکی از زیر مجموعه ایمان و شعب ایمان به معنی محبت و به عنوان محبت الله متعال در واقع ذکر کردن، همون مواردی هست که گذشته از این که در کتاب ها و روایات اهل سنت و الجماعت هست، در گفتار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم دقیقاً با همین تعبیر و با همین جملات هم بیان شده. آنچه را که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه فرمودند هیچ گونه تفاوتی با فرموده های امام جعفر صادق و امام محمد باقر رحمت الله علیهما در واقع نداره و از یک منبع و از یک مشکات است. یا محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه مبلغ اعتقادات و باورهای ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند، و یا اینکه اهل بیت هم باید وهابی قلمداد بشن. یک سوال باقی میمونه حضرت مولانا، حالا غیر از سوالی که شما فرمودید و پاسخش بالاخره برای هر بیننده فهیم ما مشخص هست که بالاخره هر دو اهل سنت و امامان بزرگوار اهل بیت که ائمه بزرگوار اهل سنت بودن و صحابه پیروان حقیقی عقیده رسول صلی الله علیه و سلم و قرآن هستند. الان ما در این باب موضوعی که بیشتر روش تاکید شد بحث محبت الله تعالی که در قرآن کریم آیه 164 سوره مبارکه 165 سوره مبارکه بقره فرمود کسانی هستند الله تعالی فرمود از مردم که در مقابل الله تعالی همتایانی برای او قرار دادن، یحبونهم که حب الله، به مانند محبت الله او رو دوست دارن. و آنچه که از روایات در این باب بود رو ما دیدیم در اقوال ائمه بزرگوار اهل بیت هم است. الان عده‌ای که خود رو منتسب می‌دانند به اهل بیت و پیروان ائمه بزرگوار و محبتی که ادعا میکنن نسبت به اهل بیت دارن، وقتی که میان در تفاصیلش و در صحبتاشون گویی که دقیقاً او رو همتای با الله تعالی که هیچ بلکه شاید بیشتر از الله تعالی هم قرار دادن و از رسول الله که به طریق اولا، و در زندگیش طرف جز یا فلان مدد یا فلان، انقدر که یا فلان میگه یا الله هرگز نمیگه، و اصلا حتی برخیاشون از این مدعیان دروغ میگن یا الله گفتن اصلا این قول شیطان هست، کسی که میگه یا الله و دشمنی داره با توحید. چطور میشه جمع کرد این ادعای محبت اهل بیت رو با کلام اهل بیت درباره محبت؟ و آیا این محبت های افراطی که ما الان میبینیم درباره اولیای الله متعال به صورت عموم باز خصوصا درباره پیروان دروغین اهل بیت، آیا این مصداق همون قول الله تعالی در آیه 165 بقره نیست؟ دقیقاً این گونه هست. وقتی که یک انسانی بیاید و غیر الله متعال را در حد الله متعال دوست داشته باشد، و وقتی که یک انسانی در واقع یک کسی دیگری رو دوست داشته باشه، قطعا تیکه کلامش هم اون هست، بیشتر سر زبانش هست. من احب شیئا اکثر ذکره. کسی که یک چیزی رو دوست داره خیلی یادش میاد و سر زبانش در واقع هست. کسانی که ادعای محبت الله متعال رو دارند اما برای الله متعال عبادتی رو انجام نمیدهند، عبادتی که برای الله متعال انجام میدهند بسیار کمرنگ و بسیار ناچیز هست. اطاعت الله متعال رو به اصطلاح بسیار کمرنگ هست در زندگیشون، و عملا هم در سر زبانشون وردشون به جای اینکه نام الله متعال باشه نام غیر الله متعال هست.
و صفاتی رو که جز صفات ویژه و اختصاصی الله متعال هست، این صفات رو به غیر الله میدهند، به اون کسانی که اونها رو در واقع دوست دارند. اگر امید رحمتی رو دارند از همان غیر الله دارند، اگر ترسی رو دارند از عذاب از همان غیر الله متعال دارند، اگر خواسته و طلبی رو دارند از همان غیر الله در واقع دارند، که در تمامی این موارد غیر الله را، ولو اینکه پیامبر باشد، ولو اینکه صحابه باشد، ولو اینکه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، جهت تمامی که مما سواهما غیر از الله و رسول در واقع باشد، یعنی غیر از الله متعال، که این محبت که در باب توحید درس کردیم که باید خالصانه تر برای الله متعال باشد. وقتی که انسانی در زندگی خودش تمامی موارد را نسبت میدهد به غیر الله متعال، اگر نعمتی به اون میرسد اون رو به غیر الله نسبت میدهد، اگر مصیبتی به اون میرسد این رو به غیر الله متعال نسبت میدهد، اگر امیدی دارد از غیر الله دارد، اگر بیمی دارد از غیر الله متعال دارد، اگر توکلی دارد بر غیر الله متعال دارد. یعنی این که این گونه افراد اومدند کسانی رو، اندادی رو در حد الله متعال قرار دادند با همان صفات الله متعال، و چون که این انداد و این شریکان همان صفات الله متعال رو دارند که این موجب محبت شده. اگر کسی واقعا معتقد به این باشه که طبق عقیدشون، اگر معتقد باشه که خیری از ائمه به ما نمیرسد، اگر معتقد باشه که شری از ائمه در واقع به ما نمیرسد، اگر معتقد باشد که ائمه ما در واقع صاحب هیچ گونه دخل و تصرفی در دنیا نیستند، اگر معتقد باشند که ائمه ما صاحب تشریع در واقع نیستند، اگر نعمتی به ما میرسد از جانب الله متعال است، به هیچ عنوان چنین انسانی نمیاد امام را یا امامزاده را در حد الله متعال دوست داشته باشد. و این دوست داشتنی که با غیر الله متعال دارند، انگیزش و اصلش برمیگرده به این که اینها اومدن صفات الله متعال را به این افراد دادن و به طبع هم در واقع وابسته به این افراد شدن و اونها رو در حد الله متعال دوست دارند. و کسانی که انسانی رو در این حد دوست داشته باشند قطعا مشمول همین آیه هستند که من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله، که در حد الله اینها را دوست دارند. و نهایتش هم این میشود که در روز قیامت و تقطعت بهم الاسباب، آن روز در واقع این سبب ها، این مودت هایی که فکر میکنند که روزگاری برای اونها به عنوان نجات دهنده باشد در کنار محبت الله متعال، میبینیم که این محبت ها همه از بین میروند و محبت الله متعال باقی میماند. اینهایی که با الله متعال محبتی رو نداشتند در آن واقع در اون روز بدون سبب و بدون دستگیر خواهند بود. پس بنابراین انسان باید در تمامی موارد، همان گونه قبلا عرض کردم، کسانی که مدعی محبت الله متعال هستند، الله متعال در زبانشون باید مشخص بشه، یعنی ذکرشون بیشتر از نام الله متعال باشه، امیدشون از الله متعال باشه، توکلشون بر الله متعال باشه، اگر میخواهند از الله بخواهند، اگر نعمتی میرسد از جانب الله متعال بدونند. و اگر افرادی اومدند ادعای محبت الله متعال کردند و اما در عمل بر خلاف دستور الله متعال انجام دادن، معنیش این است که اینها غیر الله را بر الله متعال در واقع ترجیح دادن و در این محبت خودشون صادق نیستن. نمیدونم چند دقیقه که مانده، فقط این مواردی رو مرور میکنیم که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه از این آیات و روایاتی که عرض کردم چون نقطه هایی رو برداشت کردن. در اینجا با توجه به شیخ محمد ابن عبدالوهاب عادتی رو دارند که اول آیات رو میاره و بعد از اون روایات رو میاره و آیات را توسط روایات تفسیر میکنن و اولین نقطه رو معمولا میگن که تفسیر آیت البقره، تفسیر آیت البراءه که سوره توبه هست. یعنی این روایاتی که در اینجا ذکر کردیم اینا در واقع تفسیر عملی هستن برای اون آیات. الثالثه نقطه سوم وجوب تقدیم محبته صلی الله علیه وسلم علی النفس والاهل والمال، که روایت حضرت انس که والله لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من ولده و والده و الناس اجمعین. باید واجب هست تقدیم محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم بر محبت نفس و اهل و مال. نقطه چهارم ان نفی الایمان لا يدل على الخروج من الاسلام، که رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یؤمن احدکم، مؤمن نیست. این مؤمن نیست معنیش این نیست که کافر هست، معنیش این است که یعنی ایمانتون ایمان کاملی و در بالاترین درجات نیست. نقطه پنجم ان للایمان حلاوه، ایمان یک حلاوت و شیرینی رو داره، قد یجدها الانسان و قد لا یجدها. بسیار از اون مردم میتونند این حلاوت رو
احساس بکنن، درکش بکنن و بعضی دیگر احساسش نمیکنن، به خاطر اینکه اون محبتی که باید به خاطر الله متعال باشه یا بغضی که به خاطر الله متعال باشه اون رو ندارن. و نقطه ششم اعمال القلب الاربعه که 4 عمل و عبادت قلبی رو در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم معرفی کردن. التي لا تنال ولایت الله الا بها، که ولایت الله متعال و دوستی الله متعال حاصل نمیشد مگر با این 4 موارد. ولا یجد احد طعم الایمان الا بها، که انسان نمیتونه که طعم ایمان رو بچشد مگر با این 4 مورد که 3 موردش در حدیث حضرت انس رضی الله تعالی عنه ذکر شده بودن که 3 مورد بودن: بخشیدن به خاطر الله، گرفتن به خاطر الله، محبت به خاطر الله و جدا شدن به خاطر الله. بله. و در روایت حضرت عبدالله حضرت انس رضی الله تعالی عنه که الله و رسول محبوب تر باشند نزد الله متعال و اگر کسی رو دوست دارد باید به خاطر الله متعال دوست داشته باشد و اینکه بازگشتن به کفر برایش بسیار ناگوار و ناپسند باشد. و نقطه هفتم فهم الصحابی للواقع ان عامه المواقات علی امر دنیا، فهم حضرت عبدالله ابن عباس هست در اون زمان که میگوید که بسیاری از دوستی ها و برادری ها بر اساس امور و منافع دنیوی بودند. و نقطه هشتم و تقطعت بهم الاسباب که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه اسباب رو مودت در واقع تفسیر کردن، یعنی مودت هایی که انسان های کافر و منافق با غیر الله متعال داشتن در روز قیامت به هیچ عنوان اینها سازگار به اصطلاح براشون کاری رو انجام نمیده. نقطه نهم ان من المشرکین من یحب الله حبا شدیدا، برخی از مشرکین الله متعال را بسیار دوست دارند. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم که حب الله. از این آیه فهمیده میشد که الله را هم دوست دارند، الله را خیلی هم دوست دارند، اما در کنار الله غیر الله را هم در واقع به اندازه محبت الله دوست دارند. والذین آمنوا اشد حبا لله، اما محبتی که مؤمنان با الله دارند بیشتر از محبتی هست که کافران با الله دارند. و محبت مؤمنان با الله یک محبت خالصانه هست و محبتی که کافران دارند یک محبت مشرکانه هست، یعنی در کنار الله با غیر الله هم در آن حد کسانی رو دیگری رو دوست دارند. یا حتی محبت مؤمنین به الله تعالی از محبت مشرکین به شرکشون به معبودان غیر الله تعالی بیشتر. این یکی از تفسیرهایی است که مثلا در این مورد شده و علامه ابن جریر رحمت الله علیه این رو در واقع دوست دارد که و من الناس این رو ترجیح داده و من الناس من یتخذ من دون الله یحبونهم که حب الله، که مؤمنان الله را بیشتر از محبتی که مشرکان با الله دارند اونها رو در واقع دوست دارند. این یک تعبیر هست. و تعبیر دیگر که یحبونهم که حب الله یعنی که مشرکان معبودان خودش را همان گونه دوست دارند که مؤمنان الله را دوست دارند، که هر دو تا تفسیر در واقع ذکر شده. العاشرة نقطه دهم در اینجا الوعید علی من کانت الثمانیة عنده احب الیه من دینه، این وعید اومده در مورد کسی که 8 مورد را بیشتر از الله و رسول دوست داشته، فرزندان را، پدران را، فرزندان را، برادران را، ازواج را، عشیره و مواردی رو که الله متعال در آیه 24 ذکر کرده بود. الحادیة عشر نقطه 11 ان من اتخذ ندا تساوی محبته محبت الله فهو الشرك الاکبر. این در واقع یعنی مناسبت این باب هست. اگر کسی یک انسانی رو دوست داشته باشد که محبتش در حد محبت الله متعال باشد، این در واقع شرک اکبر است، مانند مشرکانی که در کنار الله متعال کسانی دیگر رو در حد الله متعال در واقع دوست می داشت. جزاکم الله خیر حضرت مولانا، ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما بینندگان عزیز گذاشتید. اگر صحبت پایانی دارید در خدمت شما هستم. امیدوار هستم که ان شاء الله الله متعال به ما توفیق بدهد که محبتی رو که با کسی داریم یا دلگیری و ناراحتی رو که با کسی داریم و معیار بخشش و هدیه دادن ما یا معیار نبخشیدن ما و صرف نکردن اعمال، تمام اینها الله متعال باشند و کاری رو که انجام میدهیم صرفا در درجه اول برای الله متعال انجام بدهیم تا اینکه حلاوت ایمان را ان شاء الله الله متعال نصیب ما بگرداند و در روز قیامت هم به خاطر اتباع سنت رسول الله و محبتی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم ان شاء الله الله متعال ما را جزو همنشینان رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار بده. آمین آمین آمین. جزاکم الله خیر حضرت مولانا. یکی دیگر از ابواب کتاب توحید رو هم به همراه شما عزیزان در میات حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان ورق زدیم و باز هم به مانند ابواب گذشته دیدیم که جز آنچه که امامان بزرگوار اهل بیت و صحابه رسول صلی الله علیه و سلم و قبل از این بزرگواران خود رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن چیز دیگری نبود. قضاوت
با شما عزیزان خواهد بود. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. در پایان از الله متعال برای همه گذشتگانمون بخشش، رحمت و مغفرت خواهانیم و برای خودمون فهم صحیح دین، عبادت و محبت الله تعالی و حسن خاتمه رو در دنیا خواهانیم و سعادت در آخرت و این کار برای الله متعال آسان خواهد بود. تا برنامه بعد همه شما عزیزان به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما. تلوح ومنهج يتألق درر هنا تبدو كشمس تشرق يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق. درر بدت بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق.